برای زن زندگی آزادی. درود رفقا، من شهابم و اینجا لرستارم با جلسه سوم دوره ساخت بازی شطرنج با نکس در خدمتتون هستم. ما توی جلسه قبل اومدیم که یک بورد شطرنج رو طراحی کردیم. همونطور که اینجا میبینید یه بورد شطرنجمون رو طراحی کردیم و به اصطلاح تمرینی که به شما داده بودم این بود که برید داخل سایت chess.com و مهرهای شطرنج از اونجا عکساشو دانلود کنید که من خودم این کار رو انجام دادم و دقیقاً مهرهاشو دانلود کردم و توی پروژم قرار دادم. از هر مهره رنگ مشکی و رنگ سفید. همین. حالا قراره ما بیایم این مهره ها رو بچینیم روی صفحه شطرنجمون و این قابلیت رو بهش بدیم که بتونه به راحتی روی صفحات شطرنج جابجا بشه. برای این کار ما نیازی که یک حالت شادو روی همین بورد شطرنجمون بندازیم. یعنی این بوردی که داریم هیچی، یه بورد مشابه همین دقیقا روش بیفته ولی اون بورد اپاسیتیش صفر باشه یا اپاسیتی نداشته باشه و ما اون بورد رو نبینیم ولی در اصل وجود داشته باشه و در واقع ما مهرهامون رو میایم روی اون بورد قرار میدیم، اون بورد نامرئی که ما داریم، اون بورد مخفی که ما داریم. این بهمون کمک میکنه که توی حالت درنگ اند دراپ راحت‌تر کار کنیم و همین. پس بریم تو کارش. من پروژه‌مو باز میکنم. این چیزی که از قبل داشتیم یه بوردی داریم که همینه. حالا میخوام از همین این پیجمه اینجا من از این پیجم، از این بوردم یه کپی میگیرم، اسمشو میذارم شادو. اگه رفرش کنم خب این هیچ استایلی نگرفته. کافیه بیام توی CSS هم از این بورد یه کپی دیگه بگیرم از استایل های بورد، اسمشو میذارم شادو. الان اگه دقت کنید دوتا میفتن کنار هم. برای اینکه یه چیزی رو بندازیم روی یه المنتی رو بندازیم روی المان دیگه از پوزیشن ابسولوت استفاده میکردیم. پس میگم همین کار رو بکنیم. من به این شادو پوزیشن ابسولوت میدم، پوزیشن ابسولوت، و این الان افتاده روش. برای اینکه بهتون ثابت کنم میام به جای اینکه بک‌گراند این پترن رو بهش بدم میام بک‌گراند رد بهش میدم و همینطور اپاسیتیش هم کم میکنم، اپاسیتی مثلا 5 میدم. اگر دقت کنید این دقیقاً افتاده روی همین و کافیه این رنگ مربع هاشم کلن همه رو پاک میکنم، مربع هاشو رنگ بلک میدم، بلک. ببینید که مربع ها هم بلک شدن. پس دقیقاً این شادویی که ما درست کردیم افتاده روی بوردی که داریم. حالا ما توی این بوردی که داریم میایم مهره هامون رو قرار میدیم. اوکی. خب همونطور که بهتون گفتم حتما برید مهره رو دانلود کنید و توی پروژه‌تون قرار بدید که من این کارو کردم. حالا بریم کارمون رو انجام بدیم. میام اینجا اینو کلا پاک میکنم و این دارم دیگه کاری بهشون نداریم. من میخوام یه دونه متغیر جدید درست کنم به نام پوزیشن و در واقع یه آرایی جدید درست کنم به نام پوزیشن. بهتون میگم چرا این کارو میخوام بکنم. کار جالبی خواهد شد. بذارم همین الان اینسپکت رو بگیرم اینو. اوکی، کانسول. خیلی خوب. میگم یه آرایی جدید درست میکنم به نام پوزیشن. پوزیشن و این یک آرایی است که نیو اری مقدارش 8 تاییه، یعنی از 0 تا 7 و فیل مقدارش خالیه و میخوام درون هر آرایه یا 8 آرایه آرایه دیگه قرار بدم. پس میگم مپ میذارم، میگم آیتم بیا یه دونه نیو اری دیگه درست کن واسه من و اینم 8 تایی باشه و فیلش هم خالی باشه و همین.
حالا اگه من اینو یه لاگ بگیرم پوزیشن رو console.log position آره رو بهم میده. یک آرای است که 8 تا آرای دیگه داخلشه. ببین هر آرایه 8 تا آرای دیگه داخلشه. حالا ببین این حالت شطرنج دقیقا در اومده. شما فکر کنید که این خونه، بذار من اصلا یه کاری کنم، این بک‌گراند قرمز رو بردارم، اوپاسیتیش هم کاری ندارم، این مربع ها هم کلا برمیدارم. اوکی، در واقع الان اون برده، اون شادو روی برد ماست ولی نشون داده نمیشه. من اینو یه بار دیگه لاگ میگیرم. ببین در واقع این همین شبیه خونه های شطرنجه. این 1 2 3 4 5 6 تا 8، اینم 8 تاست. حالا از این ور این 8 تاست، اینم 8 تاست، اینم 8 تاست، اینم 8 تاست. یعنی از 4 طرف 8 تاست و دقیقاً مهرهامون رو نشون میده. برای اینکه بهتون ثابت کنم من میام به جای اینکه مقدارش رو خالی قرار بدم یه ایموجی مربع قرار میدم اینجا و اوکی رفرش. خب میبینید که فکر کنید هر کدوم از این خونه های نارنجی رنگ خونه های شطرنج ما هستن. الان به اصطلاح من میخوام این خونه رو چیکار کنم؟ استثناءً عوض کنم. برای همین میام میگم توی آرای هفتم و خونه هفتمش میگم چی؟ میگم پوزیشن خونه هفت بشه این سرباز. حالا با اینکه منطقی نیست ولی میخوایم این کار رو انجام بدیم. خب میبینید دقیقاً خونه 7 در 7مون این سرباز مشکی شطرنج قرار گرفت یا پیاده بهش میگن بعضیا. و به همین راحتی ما تونستیم با یک آرایه 8 در 8 یعنی آرایه 2 در 2 بتونیم صفحه شطرنجمون رو طراحی کنیم. حالا ما باید همین رو پیاده کنیم و بذاریم روی برد شطرنجمون با استفاده از اون عکس هایی که داریم، یعنی عکس هایی که دانلود کردیم. برای این کار ابتدا میریم سراغ CSS همون. این رو باز میکنم. این شادو ماست. دقیقا با همین کار داریم. این شادو ما نیاز داره که یه سری خونه ها توش قرار بگیره که توی اون خونه ها مهرهای شطرنجمون قرار بگیره. برای همین من میام اینجا یه دیو درست میکنم، اسمش کلاسشو میذارم مثلا پیس. اوکی، و داخل این می نویسم مثلا هلو. حالا اگر دقت کنیم و اینو باید داخل با استفاده از پوزیشن داخل یه لوپ میذارم. میگم پوزیشن دات یه مپ کن، مپ کن. وقتی بهمون روز ها رو میده. اوکی، روز یعنی سطرها رو بهمون میده این پوزیشن و اینم خود رو بهمون میده. اون روز ها بود. این هر کدوم از خونه های اون روه، یا بهتره بهش بگیم همون رو میتونیم بگیم همون رو من میگم. اوکی، اینو باید این شکلی انجام بدیم و داخل این میخوام یه مپ دیگه استفاده کنم. اون مپ چیه؟ همین روز هامو میخوام مپ کنم. برای همین میگم روز دات مپ کن. یک کلز داریم و یک کل. حالا بیا کنسول دات لاگ بگیر رو. کنسول لاگ چیه؟ ما که نمیخوایم لایک بگیریم. اینو پاک میکنم، میگم خودشو نشون بده رو علاوه یک کل. حالا اگه من رفرش کنم اتفاقی نیفتاد. بذار مثلا اینجا بیام اینا رو هلو قرار بدم. هلو. خب این که باید این مرسوم بشه. اوکی، خب نشون داده نمیشه. چرا؟ بذار من اوکی اشتباه همینجاست. من میام اینجا
داخل این بعد از اینکه این کار بک بزنم اوکی، در واقع باید بیام اینو نمیخوام اینجوری نشون بدم، میخوام این دیوامو نشون بده. حالا شد. ارور داریم آیا؟ میگه که کی ها تو حتما بهش بده، اونو بهش میدیم، نگران نباش. و حالا ما ببینید که اومدیم همه رو هلو قرار دادیم، ولی باید خونه های مناسب شطرنجمون رو قرار بدیم. فعلا ما بذار یک کی به این بدم، این دست از سرمون برداره. کیش ترکیبی باشه از اینطور بدم دابل ساین رو و دابل ساین کل. اوکی، ارور هم دیگه نداریم. حالا ما به جای این هلوها باید مهرهای شطرنجمون رو قرار بدیم، غیر اینه نه. پس بریم تو کارش. ببین برای اینکه مهرهای شطرنجمون رو قرار بدیم کافیه به این پیس هامون یک بک‌گراند بدیم و بک‌گراند چی باشه؟ همون مهرهای شطرنجمون باشه. اما دقت کنید که ما چند تا مهره داریم، پس باید نامگذاری های یونیکی برای این کلاس ها داشته باشیم که هر کدوم بر اساس کلاس بک‌گراند مناسب خودشو بگیره. حالا پس بریم تو کارش. من میام اینجا میگم این که کیه ما بود، این کلاس نیم ماست. من میگم کلاس نیم اما این که پیسه بذار باشه، کاری به این نداریم. بذار این رو داینامیک بدم، چون که هر شرط بذاریم این که این باشه. میگم دلار ساین یه دونه مثلا پوزیشن داشته باشیم، یا به جای پوزیشن بذار اسم خونه‌های شطرنج رو بذاریم. اسم خونه‌های شطرنج رو بذاریم میگم چیکار میکنیم. به عنوان مثال این خونه، بذار من اینو بردارم، کجا رفت؟ اوکی. ببین مثلا توی این خونه 7x7 ما چی باید قرار بگیره؟ باید رخمون قرار بگیره، رخ سفیدمون قرار بگیره. و اگر شما از همون جایی که من گفتم رفته باشید عکس ها رو دانلود کرده باشید، به رخ سفید چی میگن؟ به رخ سفید میگن WR یا White R. میبینید که رخ سفیده. حالا من میام چیکار میکنم؟ میگیم آقا خونه 7x7 مون نمیخواد یه ایموجی باشه، خونه 7x7 مون میخوام یه WR باشه. اوکی. خونه 7x0 هم میخواد چی باشه؟ بازم میخوام همین باشه، یعنی من از همین یه کپی میگیرم میذارم، این میشه 7-0. حالا من میام چیکار میکنم؟ حالا من میام اینجا یه دلار ساین میذارم، میخوام بر اساس نام هر کدوم از این خونه ها یک کلاس بهش بدم، یعنی یک کلاس داینامیک درست کنم بر اساس نام اینها. اوکی. پس میام چیکار میکنم؟ البته بذار من قبل این که این کارو بکنم براتون یه اینسپکت المنت بگیرم از این خونه ها. ببینید تمام خونه های شطرنج رو به ترتیب اومده چیده، به ترتیب همه رو چیده. ولی حالا من میخوام یک کلاس دیگه بهشون اضافه کنم، یعنی به جز کلاس پیس یک کلاس دیگه اضافه کنم بهش. برای همین من اینجا میگم دلار ساین همین پوزیشن توی اولی رو قرار بگیره، توی دومی کل قرار بگیره. در واقع اینجا رو داریم، اینجا کل رو داریم. حالا اگه من سیف کنم رفرش کنم، خب این خونه هایی که نارنجی رو کاری نداریم چون که اومدیم اینجا از این خونه این ایموجی نارنجی استفاده کردیم. ولی اگر بیایم پایین این خونه WR و این خونه بازم WR، یعنی به معنای رخ‌های سفید و دقیقاً جای درست قرار گرفته. حالا کافی چیکار کنم؟ حالا کافی من بیام به این بک‌گراند بدم، یعنی چی؟ بیام توی CSS هم بگم ما یه سری خونه‌های پیس داریم که کلاس WR دارن، بیا بهشون چیکار کن؟ یه بک‌گراند بده. بک‌گراند بده. توی کار کنیم، برو توی پابلیک WR داخل یه رشته قرار بدم. اگر رفرش کنم رخ‌های ما اینجا قرار گرفتن، ولی حالا باید یکم بهشون رنگ و لاب بدم. برای همین میام همین پیس رو انتخاب میکنم، بهش میگم ویدت
بشه 90 پیکسل، ارتفاع هم بشه 90 پیکسل. چرا 90 پیکسل؟ چون که اگه از اون باشه اینجا یه متغیری ایجاد کردیم به نام خونه های هر مربع 90 پیکسلی باشه. حالا من میتونم از همین متغیر استفاده کنم ولی فعلا نمیخوام این کارو بکنم. من میگم بک‌گراند سایزت بیا کاور شه. ببینیم چی شد. خب درست نشد. بذار من از اینسپکت المنت اینا رو بگیرم و همینجا درستش کنم. بک‌گراند سایزت ایمپورتنت بهش بدیم، تمومه. یه ایمپورتنت بهش میدیم، دقیقا همونطور قرار میگیره. ایمپورتنت. خیلی خوب. خب ببینید این روش رو من خواستم بهتون بگم که به این شکل میشه خونه ها رو توی شطرنج چید و همین راحتی. یعنی کافیه اگر شما میخواید این اسب ها رو قرار بدید، کافیه بیاید خونه 7/6 رو 7/6 چی میشه؟ میشه میشه وایت n. و حالا کافیه من بیام اینجا از همین یک کپی بگیرم، اینو بذارم vn، اینم بشه اوکی. این سربازمونم این سرباز آخر اسبمونم اینجا قرار گرفت و به همین راحتی. ولی اینجا یه باگ وجود داره. باگش چیه؟ باگش اینه که ما قابلیت درگیبل باید به اینا بدیم. برای همین من میام به همین HTML یه قابلیت درگیبل بهش میدم، اینجا میگم درگیبلت ترو بشه. الان ببین ما میتونیم درگش کنیم ولی دوتا باگ داره. یکیش اینه که اون بک‌گراند هم باش میاد که خیلی ظاهر زشتی بهمون میده و در واقع ما میخوایم فقط خود مهره بیاد که این یه ترفنده رو میتونیم حل کنیم. و مشکل بعدی این که ما این خونه ها رو نمیتونیم جابجا کنیم. الان من بخوام این خونه رو جابجا کنم، از نظر HTML منظورم، ما کاری به منطقش نداریم، این خونه ها رو جابجا کنم دقیقاً باید چیکار کنم که بتونم این خونه رو جابجا کنم؟ حتی اگه من این خونه رو بگیرم بیارم یه جای دیگه بازم اینطوری تغییر میکنه. یا مثلا باید بیام تو اینجا رو دقت کنید، باید HTML رو میارمش بالا و اینجا قرار میدم. چرا نیومد؟ اینجا قرار میدم و خیلی نامنظم میره بالا. اصلا نمیتونیم بفهمیم که این خونه کجا باید قرار بگیره. باید یه الگوریتم ریاضی داشته باشیم که بر اساس اون دو تا عدد بالا پایین کنیم و این خونه ها جابجا بشن. پس این روشی که الان من رفتم اشتباهه. یعنی شما نباید مهره هاتون رو دونه دونه توی هر کدوم از این خونه ها بچینید. باید همه رو با استفاده از پوزیشن ابسولوت روی هم جمع کنید و سپس با استفاده از دستور ترانسفورم CSS اینا رو جابجا کنید. و اگر دستور ترانسفورم رو بلد نیستید که خیلی کارتون زشته، دارید این ویدیو رو میبینید، شوخی کردم. همین با دستور ترانسفورم راحت میتونیم اینا رو جابجا کنیم. این راه درستیه. حالا در آخر اگر یکم صبر کنید در آخر ویدیو میفهمید که چی کار کردیم، میفهمید که چرا این روش بهتره و باحال‌تره. پس میام چیکار میکنم؟ میام تمام اون رشته هایی که بافته بودیم، چی میگن؟ رشته هایی که بافتم پاره شد یا همچین چیزی، ولش کن، افتضاحم توی ضرب المثل. میام چیکار میکنم؟ میام همین میام به این هر کدوم از اینا این بک‌گراند ازش میگیرم، شمارم فعلا نه شما بذارید باشید کاریتون ندارم. میام به این پوزیشن میدم، پوزیشن ابسولوت. الان خونه‌های شطرنج ما باید همشون اینجا جمع شده باشن، میبینید؟ حالا من اون بک‌گراند کاور رو بذارید بدم، خوب بود، یک کنترل زد بدم، این بذار باشه پوزیشن ابسولوت. خب ببینید که همه خونه های ما اینجا جمع شدن، ولی این هلو رو بذارم پاک کنم، خیلی مزاحمه. هلو نمیخوام، هلو واسه چمونه. خب این همشون اینجا جمع شدن، فقط این چون من یه بورد یه حاشیه پترن تور بهش داده بودم، این دقیقاً میره اون بالا قرار میگیره. پس کافیه بیام با استفاده از تاپ 40 پیکسل، هیت 40 پیکسل
اینو دقیقا وسط قرار بده. چرا قرار نگرفت؟ این لفت هیت چیه؟ اینو لفت. خیلی خب تقریبا اوکیه. یکم باید بیشتر بیاد، یعنی 40 از تاپ 45 بیاد، این مثلا 47 بیاد. خوبه. یه دونه از تاپ بالاتر هم میتونه بیاد. آها خوبه. همشون اینجا قرار گرفتن. یعنی الان من تمام مهرهای شطرنجمو اینجا قرار میدم، ولی با استفاده از ترانسفورم میام جابجاش میکنم. برای مثال ما اینجا یه پیس داریم که هر خونه رو نشون میده. یه نام اون مهره رو دادیم که خونهایی که مهره دارن رو به جای این مربع، یعنی خونهایی که خالی نیستن، خونهایی که مهره شطرنج توشون قرار میگیرن، به جای مربع یا هیچی از کلاس WR یا نام اون مهره استفاده کردیم. حالا باید یه کلاس دیگه درست کنیم برای پوزیشن های هر خونه. یعنی هر خونه یک پوزیشن منحصر به فرد داشته باشه، یا بخوام دقیق‌تر بگم هر خونه یک کلاس داشته باشه، یک کلاس منحصر به فرد داشته باشه، کلاس خودشو داشته باشه. یعنی این خونه اول یک کلاس یونیک داشته باشه. کدوم از اینا کلاس یونیکن؟ هیچ کدوم، همشون تکرار شدن. پس بیایم این کلاس رو بهشون بدیم. من میام چیکار میکنم؟ پس ما 2 تا کلاس دادیم، یکی پیس بود، یکی نام اون مهره بود، یه دونم پوزیشنه. میگم پوزیشن درست نوشتم، دلار ساین. یکیش میگم کل و اینم میگم رو. اینجوری ببینیم چی بهشون داد. آها ببین الان هر خونه یک نام منحصر به فرد داره. خونه 0، خونه 10، خونه نمیدونم 20، 30 و فلان و اینا. ولی حالا چرا این خونه ها همشون اینجا رو نشون میده؟ چون که ما به این پیسه پوزیشن ابسولوت داده بودیم و همه رو میندازه روی هم. و حالا با استفاده از ترانسفورم به راحتی میتونیم بیایم اینا رو جابجا کنیم. خیلی شیک و مجلسی. حالا صبر کن بهتون میگم. من میام این خونه 0 2 0 اوکی. بذارید یه کاری کنیم. من اینو فکر کنم اشتباه دادم. اینو میام اینجوری میدم. کجا رفت؟ خب ببین خونه 07 ماست. حالا من میخوام این خونه 07 خونه 17 میشه این خونه دومی. میخوام این دومیه بیاد کنار قرار بگیره. اوکی. پس میام چیکار میکنم؟ میگم اینجا یک کار خسته کننده قرار رو بکنیم ولی نتیجهش باحال میشه. میگم پوزیشن 07 ترانسفورم ترنسلیتش بشه 0 0. اوکی. پس این x چیه کنارش قرار گرفته؟ آها این x رو پاک کنیم، نمیخوایم. پس این خونه 07 شد این خونه. حالا میخوام خونه 17 بشه این دومی. پس میام چیکار میکنم؟ اینو یه کاپی میگیرم میام اینجا، اینو میکنم 17 و اینو میکنم 100. حالا اینجا رو نگاه کن. خونه 07 هم اینه، خونه 17 چرا اشتباه شد؟ بله این پوزیشن رو اشتباه نوشتیم. البته اون ور اشتباه نوشتیم. بذار اصل کاری رو درست کنیم. پوزیشن اوکی. اینو میارم اینجا. اوکی. الان درست. حالا ببین خونه 17 شد این دومی، این خونه 7، این خونه 17. حال کردی؟ خوشت اومد؟ و حالا خونه 27 باید چی بشه؟ خونه 27 باید بیاد، شما بگو، به جای 100 بشه
700. اوکی حالا اینجا رو نگاه کن. 17 ببخشید این نباید بشه 17 باید بشه 700 باید بشه 200. 100 تا 100 تا میره جلو. حالا ممکنه براتون سوال بشه که چرا اینجا اومدی از 100 استفاده کردی؟ چون که عرض هر کدوم از خونه های ما 100% و برای همین اومدیم به این شکل عمل کردیم. حالا من میام چیکار میکنم؟ اینو میکنم 27 و این 17 این 27. میبینی خونه ها رو به این شکل میچینیم دونه دونه. یعنی حالا باید بیایم چیکار کنیم؟ باید بیایم یک کار فوق العاده خسته کننده انجام بدیم. اونم چه کاریه؟ اینه که از این کپی بگیرم. خب اینا رو از 0 تا 7 دیگه. البته باید این بشه 0 7 این بشه 17 این بشه 27 این بشه 37 47 57 دو تا دیگه میخوایم. ما 8 تا خونه شطرنج داریم دیگه. غیر اینه؟ نه. توی برنامه‌نویسی از چند شمردی میشماریم؟ از 0. پس میشه 0 7 تا 0 تا 77 میشه 47 57 67 77. ما واسه هر کدوم از اینا یک کلاس داریم و اینو در نظر بگیرید. خیلی خوب. حالا باید بیم دقیقا اینم 100 تا 100 تا ببریم بالا. این میشه 200 تا، این میشه 300 تا، این میشه 400، این میشه 500، این میشه 600، این میشه 700. اوکی. خیلی خوب. الان ممکنه براتون سوال بشه الان درست کار میکنه، یعنی اگه من این سربازه رو بردارم کجا رفت؟ باز به این بنده خدا گفتم سرباز، چرا بهش میگم سرباز؟ با این هم ابهت بهش میگم سرباز. خب ببینید درست کار کرده، ولی الان براتون سواله که خب ببین ما این رخامون باید پایین قرار بگیره. این به چه دلیله؟ به این دلیله که هنوز تمام خونه‌هامون سر جای درستش قرار نگرفته و اینا اکثر خونه‌هامون روی هم توی همین خونه اول جمع شدن. مثلا اگه من اینجا رو ببین روی هر کدوم از اینا میرم همشون اون گوشه رو نشون میدن. چرا؟ چون که با استفاده پوزیشن ابسولوت همشون افتادن یه جا. وقتی ما بیم خونه ها رو همشون سر جای خودشون قرار بگیریم، این خونه های 07 و نمیدونم 17 این دوتا خونه یا خونه 77 که این رخامون توشه اینطوری میان پایین. یعنی همینطوری که خونه ها چیده میشه اینا دونه دونه میان پایین. پس من فکر اینجوری کردم به این گیج نشید در واقع. خب اوکی. خب بعد از این که اینا رو اضافه کردیم حالا من کافیه بیام از اینا یک کپی بگیرم بیام پایین و بیام اینجا این 7 رو 6 کنم، یعنی یه دونه ازش کم کنم. اوکی پس من میام همه رو انتخاب میکنم، این 7 و 6 میکنم و بعد از اینکه 7 و 6 کردم این مقدار صفر این وریا همشون میشن 100، یعنی 100 تا بهشون اضافه میشه. اوکی و دوباره میام از این یک کپی میگیرم. حالا شما بگید این شیشه باید بشه چند؟ باید بشه 5. پس میام همین کار رو میکنم، میگم 6 رو میکنم 5 و حالا دوباره این مقدار دوم 100 تا بهش اضافه بشه. 100 تا اضافه بشه میشه چند؟ میشه 200. آفرین. و دوباره میام از همین یک کپی میگیرم، 5 میشه 4، این میشه 4. آفرین. به این یه 100 تا اضافه بشه میشه 300. و این کار خسته کننده رو شما تا وقتی که این خونه ها بشه 0 انجام میدید. اوکی پس ما 4 رو انجام دادیم، یه کپی ازش میگیرم، اینو میکنم 3، اینم میکنم 400. چی شد؟ اوکی یه کپی، این میشه 2، اینم میشه 500. دوباره همه رو انتخاب میکنم، این میشه 1، اینم میشه 600 و یه کپی دیگه از این میگیرم، این میشه 0
و این میشه 700. در واقع ما اومدیم چیکار کردیم با این سیستم؟ اومدیم اون خونه هایی که پوزیشن ابسولوت داشتن رو با استفاده از دستور ترانسفورم موقعیتشون رو این شکلی عوض کردیم. یعنی باز این دستوراتی که اینجا نوشتیم هر خونه است. اینا الان اینا رو همه رو با هم دیگه جمع بزنی 77 تا خونه است. یعنی اینا اما 77 تا کلاس CSS رو سلکت کردیم و هر کدوم یه پوزیشن خاصی داره. با استفاده از این الگوریتمی که بهتون گفتم هر خونه دقیقاً سر جای خودش قرار میگیره. برای اینکه بهتون ثابت کنم کافیه ما بیایم چارگوش شطرنج و خونه های رخامون رو قرار بدیم. پس من میام اینجا. خب این 7 در 7 که میشد رخ سفید، من کافی از این کپی بگیرم بیام اینجا بگم خونه این 7 رو بکنم در واقع 1 و اینم بکنم 1 و این به جای BR به جای WR میشه BR یعنی بلک. حالا اگر رفرش کنم چرا نشون داده نشد BR و خب الان ببینید خونه هامون که درست چیده شدن هر کدوم. این 07 این 17. آره خونه هامون میبینید چقدر درست چیده شدن به ترتیب. این کارش درسته ولی اینکه اون میدونی چرا؟ چون که اینجا ما به این بی آرامون بک‌گراند خون چیز رو ندادیم دیگه، بک‌گراند مهره مشکیمون رو ندادیم. این میشه اینه که مهم نیست، اینا رو بعدا بهش میدیم. بذار من فعلا تایم پاک میکنم. حتی این میشه بی آر و این میشه 0 7 این میشه 2 0. خب الان یه ایرادی داره، صفحه شطرنجمون رو اینطوری داریم میبینیم در صورتی که باید برعکس ببینیم، یعنی 90 درجه بچرخونیم. برای حل این مشکل ما کافیه، میدونم این ایرادش کجاست، اینجا رو تغییر دادیم خودمون اگر یادتون باشه، اینا رو باید جابجا کنیم. بله دقیقاً الان درست شد، فقط باز هم اینا رو اشتباه نامگذاری کردم. یعنی اینا باید بشن B، این باید بشه W. الان درست شد. خب وقتی که الان چهارگوش شطرنجمون درستی موقعیتاشون قرار گرفته، دیگه کافیه بقیه خونه ها رو بچینیم. توی این جلسه تایم ویدیومون خیلی بالا رفت و ادامه همین کار رو، یعنی چیدن تمام خونه ها رو و یک بار توضیح مجدد رو توی جلسه بعد بهتون میدم. پس تا جلسه 4 میبینمتون.